الله بیان داره ولا تنهرهما، یکی پدر و مادر تا خیال دوگانه و جورت نکنی، یکی پدر و مادر تا خیالی رفیقت نکنی، خیالی رئیس و خیالی همسایت نکنی و بالای وی سیاست کنی که الله گفت 70 ساله عبادت داشته باشی همگیش بیکاره میکنم. برای یک پدر و مادر را ناراحت کردن، زیرا اینا از جمله کیا بودن؟ وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سوره حجرات چی زیبا بیان میکند. الله میگوید وقتی که با او سخن میگویی همچنان سخن بگویی گویا که تو یک مرد قرضدار هستی، تو یک غلامی زیر دستی وی هستی. حتی سر تا بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید. ببین تعظیم کن در پیش پدر و مادر.